صندوقچه زولبیا، سلسله فیلمی تصویری. دیگه خیلی معقول است. از خرسندیت معلوم که خیلی پزمان شده ای. البته دیگه خیلی هم عجایب و زیباست. جای کوشاد به چهار طرف دویدن ممکن. بیاید نزدی ها آن بابا رفته بینیم که چی کار میکنند. میرویم، ولی تا آنجا رسیدن درباره بابایم یک شعر دوست داشته خواهرکم رو میخوانم. خوانم؟ البته، چرا نه؟ گفتم با او ای بابا سالی دیگر هم بیا، چشمک بیزد به سویم، البته می بیایم. اینجا چقدر طبع بسیار. چرا بچه ها اینها رو نگرفتن؟ این چه خیلی طبع سنگین بود است. قریب سرم رو میکفون. سلام جانی بابا، از هفته شهری هستی ها؟ سلام بابا جان، ولی چطور فهمیدید که من مهمان؟ چون که در دیه همه میدانند که این توب نه تربوز است، شیرین و فایده ناک. انا دوستانت هم آمدن. سلام بابا جان. سلام مهمانانی عزیز. خب بیایید اول شناس میشویم، تربوز میخوریم و صحبت میکنیم. ولی بابا جان ما با خود یعنی خریدن نمیتوانیم. ای جانی بابا، دهقان در سر زمینش با پول ضیافت نمیدهد. این کار رو او برای ثواب میکند. این زمین را پولیز میگویند. من چنانی که میبینید در آن سبزوات گوناگون پرورش میکنم. بابا جان سبزوات چیست؟ همه آن چی را که میبینید، کرم، پامیدار، قلمفور، بایمجان، همه اشان را در یک جایگی سبزوات میگویم. اما من بسیارتر امسال خربوزه و تربوز کشت کردم. بچه ها، در دیه البته خویشاوندان شما هستند، همین طور نه؟ بله، ما نبیره های بابای شادی. خیلی خوب، او دوستی من است. انا این تربوز را گیرید، از من سوغا برای بابایت. سلامی مرا حتما رسانید. تشکر بابا جان، حتما سلامتان رو میرسانیم. بجان، پدری تو هم تربوز دارد ولی چرا آن را نمیخورند؟ تو آن را در کجا دیدی؟ در بالای میزشون. این نادان گلوبوس را تربوز گمان کرده است. گلوبوسش چیست؟ بای برای چی در کن؟ با خونه رسیم از بابایم میپرسیم. بیشم، من درباره بابا شعر گفتم، تو درباره بیبی یکان شعر میدونی؟ البته میدونم و حاضر میخونم. بیبی جانم میآید، دل جانم میآید، از راهی دور میآید، بازور بازور میآید.
ташаккур бибиҷон барои қандҳои бомаза. бобоям дар куҷанд? ҳоло дар саҳро бачаҷон вақти гирифтани ҳосил аст ва бобояд шояд дертар биёяд. تا آمدن بابا دیر می شود. من زودتر دانستن می خواهم. بیا از سیمرغ می پرسیم. سیمرغ! سیمرغ! تو ما رو می‌شنوی؟ خوب عزیزانم چی سوال داشتید؟ ما چی بودن گلوبوس را فهمیدن می خواستیم. کره زمین بسیار بزرگ است و برای آنکه آدمان آن را خوبتر فهمند عالمان شکل خردکک آن را ساخته نامش را گلوبوس ماندند. هر کس در کجا بودن وطن خودش را معین کرده می تواند. فهمو، اما وطن چیست؟ عزیزانم خودتان هم فکر کنید. از دوستان و همسالانتان پرسید